آقا امان از بدباوری. بعضی خیلی بد باورش شده. دوست عزیز، شما که صحبت از بزرگی میکنی، خب درسته حالا بابایی یک پول تو جیبت گذاشته، رفتی مثلا 40-50 روز پیش رفتی مکه آمدی، گوسفند جلو پات خودم کشتم برات، خب هنوز پول الباقی، پول گوسفند و پول سلاخیر ندادی عمو جان. خب این یکیش. یکی دیگه، بابات آمد تو بازار با دانشمندی تبانی کرد، در گوشی صحبت کرد، جفتش همغانی بودن به خاطر که، اما از اون روز دهنم وا نکردم، چیزی نگفتم. اما الان میگم که بفهمی، فکر نکنی خیلی زرنگی. زرنگ عمو جان تو نیستی. خب ارزش رو بدم، فقط نداشتی ارزش خوبی رو نداشتی، سوء استفاده کردی. صحبت میکنم با مدرکم صحبت میکنم. دیروزم کاغذ گرفتم، پول اضافی گرفتی، عیب نداره، پس میدی عمو جان.